موضوع 3-7 triangles یعنی مثلث ها. ما انواع مثلث ها رو داریم. سکالن یعنی که مختلف الاضلاع. length of the sides در مورد طول ضلع بخوایم نظر بدیم all three difference 3 ضلع متفاوت دارن. یعنی ما میتونیم بگیم که اگر اندازه ضلع رو AB بگیم AC بگیم BC بگیم هیچ کدومشون با هم برابر نیست. و measure of the angles all three difference. در مورد زاویه های مثلث هم میتونیم بگیم که باز هیچ کدوم با هم دیگه برابر نیستن. آیسوسلس متساوی ساقین to the same. دو تا ضلع مساوی دارن. حالا حرف مشترکشون رو حذف کنید به مساوی C خواهد بود. اکویلاترال متساوی الاضلاع all three the same یعنی در مورد length of the side هر سه تا ضلع مساوی و هر سه تا زاویه مساوی 180 تقسیم بر 3 میشه 60 درجه. و یه مثلث رایت تراینگل داریم، مثلث قائم الزاویه. مثلثی که یه زاویه 90 درجه داره. حالا میتونه بچه ها در مورد ضلع ها مساوی باشه یا نباشه توی این مورد. بخاطر همون در مورد ضلع ها اظهار نظر نکردیم، ولی یه زاویه قائم الزاویه داره 90 درجه. خب در مورد مثلث the rules of 180 degree یعنی قانونی که مجموع زوایای داخلی 180 درجه. وقتی صحبت از acute angle میشه زاویه حاده است. obtuse angle زاویه منفرجه. interior angle یعنی اینجا بچه زاویه داخلی. interior angle و یکم زاویه خارجی exterior angle زاویه خارجی هستش که به این صورت اینا رو ما نامگذاری میکنیم. خب این زاویه هایی که در مورد مثلث باید بدونیم. خب قانون زاویه 180 درجه مجموع زوایای داخلی 180 درجه هستش که اینجا سه تا زاویه x و y و z زوایای داخلی هستن و یعنی همون قاعده مجموع زوایای داخلی ها رو داره مشخص. حالا زوایا به شکل‌های متفاوتی میتونه باشه. هر سه تا زاویه متفاوت که بحث اسکالن هستش. اینجا زاویه منفرجه رو به ما نشون داده، زاویه اکیوت انگل رو به ما نشون داده، بزرگتر است از 90 کوچکتر است از 90. مثلث 30-60-90 معروف، این مثلث بهش میگیم مثلث 30-60-90 که اینم رایت تراینگله. بعد مثلث آیسوسلس متساوی ساقینه و البته اینجا هم رایت تراینگل هم میتونیم بیانش کنیم که همونطور که بهتون گفتم که به خاطر همین در مورد ضلع ها برای مثلث اظهار نظر نکردیم. در مورد مثلث سمت راستی هم 60-60 اکویل دیگه، اکویلاتراله، مثلث متساوی الاضلاع هست که سه تا زاویه 60 درجه داره و در واقع میشه سه تاش 180 درجه. چند تا بریم تمرین. بچه in the figure below what is the value of x؟
قانون مجموع زوایای داخلی مثلث که اینجا میشه 180 منهای 120 به علاوه 35. خب میشه 155 که میشه اینجا چقدر؟ 25 درجه. متقابل به رأس هست 25 درجه. بچه همون اصطلاح vertical angles و 25 گفتم بهتون دیگه اینجا 90 رو هدف قرار بدید. مجموع دو زاویه دیگه 90 باشه. یعنی اینجا بگید که x تون باید بشه 90 منهای 25. به این شکل x هم میشه 65 درجه. گفته in the figure at right what is the value of a. یه رابطه خوبم اینجا ما بررسی میکنیم تو این نکته. اول اینکه مجموع زوایای داخلی مثلث میشه 180 درجه به این شکل. بعد تو این قسمت من یک لاین و استریت لاین رو هدف میدم بچه ها. خب و آی به علاوه بی برابر 180 درجه. حالا این دوتا رو با هم مساوی میذارم. 75 به علاوه 45 به علاوه بی مساوی آی به علاوه بی و خدمتتون عرض کنم که بیا رو با بیا بزنیم آی ما مساوی 75 به علاوه 45 که اینجا میشه 120 درجه. منتها بچه من چرا اینطوری نوشتم؟ اینجا به اثباتم برسیم. اندازه زاویه خارجی یک رأس مثلث برابر مجموع زوایای داخلی رؤوس غیر مجاور می باشد. متوجه هستین؟ یعنی که اینجا میتونید بگید که این آه که زاویه خارجی همون اکستریور انگله یا همون زاویه خارجی هستش، میتونید بگید که این برابر مجموع دو زاویه غیر مجاور هست. به راحتی میتونید از این قسمت همون اولش میگفتید که آ مساوی 75 به علاوه 45 چون اثباتش رو مشخص کردیم. گفته که میانگین ایکس ایگرگ رو به دست بیارید. خب یه 90 هست، اون قاعده رو بهتون گفتم دیگه. از 180 یه 90 کم کنید میمونه 180. پس x به علاوه y مساوی 90. حالا وقتی صحبت از حالا اوریجه بچه یا مین هم به ما میگفتن، ما میگفتیم که جمع تقسیم بر تعداد، که اینجا میگفتید که 90 به تقسیم بر 2 میشد 45 درجه. این هم از این در مورد میانگین دو تا زاویه اظهار نظر کردیم. خب یک تریگنومتریک ریلیشن هست، روابط مثلثاتی. ببینید یه مثلث ما اینجا داریم، حالا قبلش هم به این شکل بیان کنیم. یه دایره مثلثاتی داریم. حالا من اینو اگه بخوام اینو دایره رسم کنم به این شکل A B C، اینجا هم رادیوسه. حالا من یک در نظر میگیرم و اینجا هم فاصله ای که نقطه ای که من ارتفاعشو y خب و طولش x در نظر میگیرم. خب بعد میگیم دایره واحد. دایره واحد یعنی دایره به شعاع یک. خب اینو ما مگنیفای میکنیم بالا، بزرگنمایی میکنیم. حالا فرض کنید این ABC آوردیم بالا، زاویه 90 درجه مشخص شد.
وقتی صحبت از این میشه که آلفا، بچه ببینید آلفا این زاویه من در نظر میگیرم به این قسمت. حالا این آلفا که اینجا مشخص شده به این بررسی کنیم. سینوس آلفا یعنی که ضلع مقابل بر مجاور، درسته؟ ضلع مقابل بچه همون اپوزیته، اپوزیت ساید به وتر هایپوتنوس. خب اینم البته من یه اصلاح کنم، هیپوتنوس به این شکل یعنی وتر. میشه سینوس آلفا میشه ضلع مقابل بر وتر، کوسینوس آلفا میشه ضلع مجاور. بچه اجاسند adjacent. بعد وتر که ثابته. تانژانت بچه همون میگفتیم که یادتون باشه سینوس آلفا و کوسینوس آلفا، و کوتانژانت هم یادتون باشه کوسینوس آلفا بر سینوس آلفا، که حالا اون موارد و وتر رو حذف بشن. تانژانت میشه ضلع مقابل بر ضلع مجاور که بچه حالا شیب هم در نظر میگیریم، یا یادتون باشه تو معادل خط دلتا وای بر دلتا ایکس میگفت تغییرات وای نسبت به تغییرات ایکس، و کوتانژانت آلفا به این شکل. اما بچه من اینجا تو روابط سینوس آلفا هم دو تا نکته رو بگم، اینا رو هم همیشه تو ذهنتون باشه. روابط خیلی ساده ای هستن. سینوس به توان 2 آلفا به علاوه کوسینوس به توان 2 آلفا مساوی 1. یکم اینو بچه‌ها تانژانت آلفا در کوتانژانت آلفا مساوی 1 است. این دو تا رابطه رو اینا رو بچه‌ها حفظ کنید به این شکل. خیلی خوب. از رابطه ها زاویه بسیار مهم سی 45 60 هست. سینوس 45 ما سینوس بخش 30 درجه ما 1/2 است که دقیقا برابر کوسینوس 60 درجه است. سینوس کوسینوس 30 درجه ما رادیکال 3/2 که برابر سینوس 60 درجه. ببین ضربدری با هم دیگه رابطه دارن. تانژانت 30 درجه رادیکال 3/3 با کوتانژانت 60 درجه برابره و کوتانژانت 30 درجه با تانژانت در واقع 60 درجه. و اینجا اگه در واقع نگاه می‌کردیم متمم بودن دیگه، 30-60 متمم هم بودن. حالا برای 45 درجه تانژانت و کوتانژانت جفتشون با هم برابرن، رادیکال بخش سینوس و کوسینوس. تانژانت و کوتانژانت هم جفتشون هم میشه 1. این رابطه 30-45-60 رو بچه حفظ کنید به درد بخورن. جدولش اینجا براتون مرتب کشیدم، تو جزوه هست. خیلی خوب سعی کنید اینا رو حفظ کنید. خیلی خوب. این در واقع روابط کمان ها رو خیلی خوب باید ببینید. بچه ببینید من یه نمودار اینجا براتون بکشم به این شکل. و محور x ما رو کوسینوس نامگذاری میکنم، محور y رو سینوس. بعد اینجا میشه بچه p2 منهای آلفا ناحیه 1، ناحیه 2 تون p2 به علاوه آلفا است، ناحیه 3 شما به اینجا مثلا سپی2 من بر اساس سپی2 میگم ها، سپی2 منهای آلفا، و ناحیه 4 شما سپی2 به علاوه آلفا است. خب کمان عوض میشه تو ضرایب پی2 ببین اینجا، یعنی که وقتی ناحیه 1 میشه پی2 منهای آلفا، سینوس تبدیل به کوسینوس میشه، اما علامت مال سمت چپیه، یعنی سینوس پی2 منهای آلفا مثبت و جوابش مثبت، ولی کمان عوض میشه که از اینجا میتونید بگید که خب من میتونم بگم که سینوس 30 درجه مساوی کوسینوس 60 درجه، یا از این قسمت بگید که
مثلا کوسینوس 30 درجه میشه سینوس 60 درجه، یا تانژانت 30 درجه مساویه با کوتانژانت 60 درجه و کوتانژانت 30 درجه مساویه با تانژانت 60 درجه. این پی دوم هست. برای ناحیه دوم شما اگه نگاه کنید سینوس مثبت کوسینوس منفی، درسته؟ به من اینجا ناحیه رو بررسی کنم. به ناحیه اول مختصات شما مثبت و مثبت، ناحیه دوم میشه x میشه منفی y مثبت، ناحیه سوم و ناحیه چهار. بعد برای پی دوم به علاوه آلفا، ناحیه دوم که میری سینوس پی دوم به علاوه آلفا، این سینوس مثبته. ببینید اینجاست، به خاطر همون جوابت مثبت بود، ولی کوسینوس پی دوم منهای آلفا کوسینوس مال x بود، اینجا این منفی بود، به خاطر همون جوابش منفی. تانژانت و کوتانژانت که جفتشون منفی هن و به این شکل هم البته یه نکته هم براتون بگم. مثلا اینجا از نظر زاویه اینجا 0 درجه است، اینجا پی دومه، اینجا پیه، اینجا 3 پی دومه، برمیگردی اینجا میفتی به 2 پی. بعد به این شکل ناحیه بررسی میشن. برای ناحیه سوم سینوس و کوسینوس منفی اند، تانژانت و کوتانژانت مثبت، کمانه عوض میشن. یعنی که شما فرض میگم سینوس به کوسینوس، کوسینوس به سینوس، تانژانت به کوتانژانت و کوتانژانت به تانژانت تبدیل میشن. برای ناحیه چهارم که سی پی دوم به علاوه آلفا هست، ببینید x تون مثبت y تون که مال سینوس منفیه. خب یعنی سینوس شما y تون منفیه، بخاطر همون جوابتون هم منفی میشه. برای کوسینوس x تون مثبته، ببین اینجا مثبت در نظر گرفته میشه. تانژانتتون منفی، چون یکی مثبت یکی منفی حاصل تقسیمشونه. تانژانت بگیم سینوس تقسیم بر کوسینوس، اگر یکی منفی باشه دیگه تانژانت کوتانژانتتون منفی خواهد. حالا نکات زیادی رو برای حفظ کردن اینا هستن، از جمله معروفش حالا هستک هستش. هستک میشه همه مثبت، تو ناحیه دوم سینوس مثبت، ت تانژانت، ناحیه سوم تانژانت و کوتانژانت مثبت، و که در ناحیه چهارم که میفته بذار ببینم درست گفتم، همه مثبت، ناحیه دوم سینوس مثبت، ناحیه سوم تانژانت کوتانژانت مثبت و ناحیه چهارم میفته که اینجا کوسینوس مثبت. حالا من اینا مثبت بنویسم یه هارمونی ثابتی داشته باشم. خب این اولا یه تکنیکی که برای حفظ کردنه. پیشنهاد من که با از روی ناحیه هست، من تحلیل رو ناحیه‌ام براتون نوشتم و میتونید که حالا به این صورت هم تو ذهنتون باشه، ولی خب بچه ها بیشتر روی ناحیه و مختصات کار کنید که دقیق تر بشه، که حالا سمت راست مثبت، سمت چپ منفی، بالا مثبت، پایین منفی. این برای ما بهتر خواهد بود. اینجا براتون چند تا تمرین گذاشتم، اینو بررسی کنید، بنویسید. مثلا میگم زاویه 0 درجه هستید، بیایید این قسمت رو هدف بگیرید و بگید که سینوس 0 یعنی y اینجا 0، x
بر اساس این شعاعی که حرکت کرده کوسینوس 0 درجه دایره واحد بچه اینجاست. اینجا دیگه میگیم که سینوس 0 0 و کوسینوس 0 1. تو این قسمت هم ببینید الان یعنی دایره واحد شما بود. در مورد تانژانت بچه‌ها، تانژانت حاصل تقسیم سینوس بر کوسینوسه. متوجه هستید؟ میشه 0/1 که این 0. کوتانژانتش هم بخواید اظهار نظر کنید برعکسشه، 1/0 میشه بی‌نهایت و تعریف نشده. متوجه هستید؟ به این قسمت به این صورت سعی کنید حل کنید. شما بگید که از این تعریف هایی که خوندیم خوب استفاده کنید. ببینید تانژانت یعنی همون در واقع سینوس آلفا در کوسینوس آلفا است. متوجه هستید؟ به خاطر هم از مقادیرش هم استفاده کنید که بهتر باشه براتون. الان با توجه به تعریف هایی که خدمتتون عرض کردم در مورد اون روابط مثلثاتی، حالا اون نسبت هاش، شما میتونید بگید سینوس 0 0 1 0 0 تقسیم بر 1 اینجا میشه بی‌نهایت. برای 90 درجه شما بیاید این قسمت، ببینید اینجا اولا پی دومه بود، برید روی دایره مثلثاتی و تو اینجا ببینید اینجا سینوس 90 ایگرگشه 1، کوسینوس 90 0 چون اینجا قرار گرفته رو 0 درجه از نظر تغییرات روی x تکون نخورده، یعنی نوسان ایگرگی داره فقط. بعد تانژانت 90 میشه 1/0 بی‌نهایت، کوتانژانت 90 میشه 0، یعنی 0 تقسیم بر 1 کوسینوس تقسیم بر آلفا. خب به صورت دایره مثلثاتی بچه ها حل کنید. اینجا هم در واقع پی هست. الان فهمیدید اینجا پی دومه بوده، اینجا 0 درجه بوده و طبیعتاً تو این دایره مثلثی اینجا 3 پی دوم هستش. و میاد اینجا در واقع به 2 پی هم میرسید، همون 360 درجه که با 0 یکیه. به این صورت حل کنید خیلی دقیق‌تر محاسباتتون رو انجام میدید. حالا برای 120 درجه شما میتونید بگید که چی؟ 90 به علاوه 30 درجه، یعنی پی دوم به علاوه آلفا بود ناحیه دوم، کوادرانت دو رو در هدف بگیرید. خب سینوستون مثبت بوده، کوسینوستون منفی بوده، این جفتش هم منفی بوده. حالا شما میگید سینوس 90 به علاوه 30 میشه کوسینوس 60، یعنی اینجا میشه رادیکال 3 دوم. بعد کوسینوس 90 به علاوه 30 توجه هستین تو اینجا البته چند تا روش دیگه هم هستا، میتونید به صورت، حالا من با یه روش پی هم براتون حل کنم اینو. ببینید این میشه 180 منهای 60. این هم روشی که بچه ها حل میکنن، پی منهای 60، پی منهای پی سوم. اون تا اینجا دیگه کمان رو نمیتونی عوض کنی. اینجا من کمان عوض میکردم، یعنی ضرایب پی دوم کمان عوض میکنه، پی عوض نمیکنه. بعد کوسینوس 90 به علاوه 30 برابر سینوس 30. سینوس 30 1 دومه، چون ناحیه 2 افتاده منفی داره. بعد تقسیم رو انجام بدید، رادیکال 3 دوم به روی 1 دوم، علامت رو بذارید کنار، علامت رو از روی ناحیه تشریح کنید. یعنی مثلا رادیکال 3 دوم تقسیم بر 1 دوم میشه رادیکال 3 منفی. به این صورت. و یکی برعکسه، 1 رادیکال 3 یا منفی رادیکال 3.
به این صورت میتونید ادامه بدید، چند تا زاویه رو حل کنید و جدول رو به عنوان تمرین پر کنید. گفته این diagram at right BC برابر رادیکال 6 هست. square root 6 square root what is the value of CD؟ مقدار CD رو به دست بیارید. خب باز اینجا من چند تا نکته رو براتون میگم. اینجا 90 درجه هستش، همون در واقع بحث تریانگل هستش. خب اینجا میشه 60 درجه. این مجاور به ما داده بچه ها، یا همون ضلع adjacent به ما داده. خب بیاید از متد 1 من براتون حل کنم. بگید که کوسینوس 30 درجه با چی برابره؟ میگید که رادیکال 3 اون هم مساوی ضلع مجاور بر وتر یعنی AC که این رادیکال 6 و رادیکال 3 ضرب در رادیکال 2 بگیرید بزنید برم. AC من برابر با 2 رادیکال 2. اینجا 90 باشه، اینجا 45 باشه، اینجا میشه 45 درجه، اینجا هم شده 2 رادیکال 2. مثلث متساوی اضلاع رو تشکیل میدید. کوسینوس 45 درجه برابر رادیکال 2 میشه ضلع مجاور که دارم 2 رادیکال 2 تقسیم بر وتر کمون CD یا DC. رادیکال 2 رو بزنید بره و CD 2 تا میشه 4. بچه ها متد دیگه همون خیلی جالبه. ما به میگیم مثلث 30 60 90. در مثلث 30 60 90 میگیم ضلع روبروی زاویه 30 درجه نصف وتر. و یه قاعده دیگه داریم که ضلع روبروی زاویه 60 درجه رادیکال 3 برابر ضلع روبروی زاویه 30 درجه. خب در مثلث مطمئن باشید که 30 60 90 ها، چون قاعده کامل زاویه رو باید داشته باشید. خب تو این حالت شما میتونید بگید که اینجا رو اگر من متد 2 بگیرم، الان ضلع روبروی 30 درجه، ببینید روبروی 60 درجه رادیکال 6 باشه، اینجا میگم رادیکال 6 تقسیم بر رادیکال 3، اینجا میشه رادیکال 2. این میشه روبروی 30 درجه. روبروی 30 درجه نصف وتر، یعنی اینو ضرب در 2 کنی وتر میاد. خب پس به 2 ضرب کنی میشه 2 ضرب در رادیکال 2. این از اینجا میاد. تذکر بعدیمو بچه‌ها بیایید برای مثلث 45 45 90 بدیم. اینم که قاعدش از مربع میاد و این مربع رو به 2 قسمت تقسیم کنید به این شکل. این زاویه 45 درجه، این زاویه 45 درجه و اینم زاویه 90 درجه. خب به این میگیم بچه ها آ رادیکال 2. اینم قاعدش. الان شما میاد میگی که 2 رادیکال 2 رادیکال 2 اینجا پس میشه چی؟ 2 رادیکال 2 ضرب در رادیکال 2 تا رادیکال 2 میشه 2 تا 4. اینم از این قاعده بود. خیلی سرعتمون رو بالا میبره این 2 تا قاعده برای 2 تا مثلث که خدمتتون عرض کردم خیلی برای ما مفید هست و میتونیم در محاسباتمون از این موارد استفاده کنیم و تکنیک‌های
تستنی بسیار عالی هستند. خب تا اینجا کافیه.